سلام دوستان عزیز، امروز دعایی را میخواهم براتون بخونم که پیامبر صلی الله علیه و سلم هنگامی که خواب میکردن این دعا را میخواندن. برادران عزیز، خواب برادر مرگ هست، حتما این دعا را بخونید. اللهم باسمک اموت و احیا، خدایا به نامت میمیرم و دوباره امید زنده شدن دارم. برادران عزیز، صحابه پیامبر علیه السلام وقتی که میخوابیدن شب وصیت‌نامه‌شان نوشته میکردن، زیر بالششان خواب میکردن. صبحکی عین همین یک دعا دارد: الحمدلله الذی احیانا بعدما اماتنا و الیه نشور. تمام ستایش ها از آن الله است، آن کسی که پس از میراندن ما را زنده کرد. بازگشت ما به سوی اوست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.